کلمه فتنه در این نام نتیجه پژوهش‌های بنده است که چند سال ادامه داشت و بنده به این عقیده آمدم که این انقلاب نبود، انقلاب اجتماعی نبود، آنچه که انقلاب بخارا مینامیم، انقلاب مردمی بخارا مینامند، گویا که تمام مردم این انقلاب را برپا کرده بودند. انقلاب مردمی نبود، یک بلوا بود، یک اشغالگری بود، یک فاجعه بزرگ آورد به سر ملت. بنابراین همین گونه یک نام انتخاب شد از نام‌هایی که در وقتش خود مردم اون زمان داده بودند. از همونها یکی را انتخاب کردم. استاد، خب در بیشتر کتاب ها تا زمانی که این تحقیقات شما منتشر نشد، واقعا از اون رویداد سیاسی که در ماه سپتامبر سال 1920 به وقوع پیوست بعد از 3 سال انقلاب اکتبر، واقعا انقلاب مردمی، انقلاب خلقی بخارا نام میبرند. ولی در این کتاب این ایده انکار کرده می شود و گفته می شود که این یک تبدلات بود در امارت بخارا. خب اگر این تبدلات باشد، چی پیامدهای برای فرهنگ و زبان و تاریخی مردم داشت که در منطقه آسیای میانه به زبان فارسی یا فارسی تاجیکی صحبت میکرد؟ سبب اساسی همون پیاوردها است. پیاوردهای این انقلاب که چی نتیجه ها داد. بنابراین این کلمه فتنه استفاده شد از پیاوردهای آن، از نتیجه های آن، از اون که در وقتش مثلا یک رسم بود در زمان شوروی که میگفتن انقلاب به ما چی داد. همون محصولی این انقلاب را که به ملت داد بنده به نظر گرفتم. بنده تاریخ شناس نیستم، متخصص تاریخ انقلاب اکتبر یا اینکه انقلاب بخارا یا تاریخ زمان شوروی نیستم. بنده در ساحه ادبیات شناسی اندک کار میکردم در ساحه ادبیات همین زمان انقلاب و یک 2-3 دهه پیش از انقلاب و 2-3 دهه بعد از انقلاب در ساحه ادبیات این دوره ها کار میکردم و در نتیجه کم کم مواد بسیاری درباره خود انقلاب جمع شد در دست من و چون دیدم که مواد بسیار مهم است، جالب، برای نتیجه های، برای خلاصه های بسیار مهم امکان میدهد، پس قرار دادم که باید که نویسم چی که گویند متخصصان تاریخ این انقلاب چی که میگویند معقول میدانند، معقول نمیدانند، لیکن من باید فکر خود رو باید بگویم، بنویسم و این کتاب با وجود آمد. در حقیقت در همون زمان، در سالهای خود انقلاب بخارا گفته شده بود، نوشته شده بود، چاپ شده بود. مثلا فکر صدرالدین عینی درباره اینکه این انقلاب مردمی نیست، مردم بخارا برای چنین انقلاب آماده نبودند و
استاد عینی یک نشان میتید که از کدام جهت ها با چه سبب ها اونها آماده نبودن تماما. اما پیشوای انقلاب فضل الله خوجایف برعکس در کتابهایش، در مقاله هایش همیشه میگوید که گویا خلق کم کم آماده شد. ما میگوید پیشوای انقلاب خلق را آماده کردیم، توده های زیاد، دسته های زیاد ترغیبگر، تبلیغگر تأسیس دادیم و به پنهانی به بخارا فرستادیم. اونها اونجا کار کردن و خلق را به آشوب، به اسیان آماده کردند و فضل الله خوجایف به سرلشکر شوروی میگفت که تو لشکر بکش به سوی بخارا، همین که جنگ آغاز شد از درون بخارا مردم خودشون سر میبردارند و انقلاب میکنند و این انقلاب مردمی میشود. ولی در اصل این طور نشد. در اصل این طور نشد. در روز یکم جنگ لشکر فرونزه، لشکر شوروی که هجوم آغاز کرده بود به سوی قلعه بخارا، در روز یکم جنگ تا نیم روز به شکست دچار شد. خیلی عقب رفت و فرونزه سرلشکر، فرمانده تمام این لشکر شوروی، در یادداشت‌های خود می نویسد که ما در دم شکستی قطعی، شکستی بسیار بد بودیم که من میگوید علاج یافتم برای خلاص شدن از این شکست. علاج همین بود که اینها 11 هواپیما داشتند. فرمان دادن که 11 هواپیما بخارا را بمب باران کنند. این بمب باران لشکر شوروی را خلاص کرد از شکست. این عجابت در این است که یکی از معارف پروران تاجیک، سابق معارف پرور تاجیک که بعد کمونیست شده بود، یکی از اساسگزاران حزب کمونیستی بخارا بود، احمد جان حمدی، شاعر. اون وقت رئیس کمیته انقلابی تمام بخارا تعیین شده بود. وقتی که سرلشکر شوروی قرار داد که بمب باران کردن لازم است بخارا را، یک حجت، یک سند آماده ساخت برای اجازت این بمب باران که در این سند این حمدی باید امضا میکرد، فضل الله خوجایف که پیشوای انقلاب بود باید امضا میکرد و خودی فرونزه سرلشکری روسیه باید امضا میکرد. حمدی امضا نکرد، سخت ایستاد، گفت امضا نمیکنم. شهر بخارا شهر قدیمی، باستان، مرکز فرهنگ، شهر بخارا شهر موزه بود. در هر قدم یک از آثار تاریخی، در هر قدم آثاری عجیبی که فقط در بخارا هست، در دیگر در هیچ جا نیست. خب همین شهر رو
بمباران 4 روز 11 هواپیما بمباران کرد. حمدی نخواست که امضا کند. چقدر که اون وقت که لشکر شوروی در دم شکست بود، چشم فرونزه رو خون گرفته بود. لیکن حمدی روبروی او می ایستاد و می گفت نه، من امضا نمیکنم. من میگویم که این از طرف حمدی این کار یک قهرمانی بسیار بزرگی، جانش رو به کف دست گرفته روبروی فرونزه می ایستاد و می گفت که من امضا نمیکنم. همون روز او را از اون رئیسی، از منصب رئیسی کمیته انقلابی سبکدوش کردند و انقلاب با عملی بسیار وحشیانه این هواپیماهای لشکر روسیه انقلاب غلبه کرد. چرا با وجود اون که حدس میزدن مثلا فیض الله خوجایفی اینا که مردم حتما جانب دوری خواهند کرد، در آخرین لحظه مردم تصمیمشون عوض شد یا شاید از قبل بر دروغ بود؟ یعنی چی طور شد؟ چرا مردم توانستن مقابلت نشان بدن؟ به خاطر حفظ ارزش‌های ملی و فرهنگیشون؟ چون میدونیم از کتاب ها که جبر و ظلم و سیستم امارت بخارا هم در نسبت مردم عادی خیلی زیاد بود. بله. از اون چی که استاد عینی در نوشته های خودش گفته است و در بعضی جایهای دیگر دیده می شود، استاد عینی یک کتاب دارد به نام تاریخ امیران منقطیه بخارا، یک کتاب دارد به نام تاریخ انقلاب بخارا و بسیار استاد عینی خودش شاهد اون واقعه هاست و همون شهادت خود را روی کاغذ آورده است. و از بعضی چیزهای دیگر همینطور معلوم می شود که پیشوای انقلاب بخارا فیض الله خوجایف جوان بود. اون وقت 24 سال داشت. جوانی بود که بسیار با استعداد، بسیار دانا، لیکن بسیار منصب پرست، میخواست که به سر قدرت بیاید. به چی نرخ که باشد، به چی وضع که باشد، به سر قدرت آمدن میخواست و بسیار دروغ گفت. در دوره آمادگی انقلاب بخارا یکی از همین دروغ‌های کلان او همین است که میگفت که ما دسته بسیار دسته پنهانکار، تبلیغگران پنهانکار در بخارا داریم که همه تبلیغ میکنن و همه خلق را آماده کردن به آشوب، به عصیان. تماما سخن دروغ بود. برای لشکر روس را، برای اینکه لشکر روسیه بلشویکی رغبت پیدا کند، میل پیدا کند برای هجوم کردن به بخارا، اینطور دروغ ها می بافت فیض الله خوجایف. اما عینی میگوید که این انقلابیان بخارا که بیرون از بخارا آمادگی میدیدن یک اندک قوه بودن، بسیار کم بودن اونها. و گاه یک بعضی کتابچه ها چاپ میکردن، ورقه ها چاپ میکردن در بخارا، ترغیب و تشویق، تبلیغ در پنهانی در بخارا داشتن، لیکن کسی به سخن اونها باور نمیکرد. این تبلیغات اونها تأثیر نداشت. مردم بخارا هنوز شعور
انقلابی حاصل نکرده بود. مردم بخارا با مقابل اون جبر و ظلم امارت بخارا، با مقابل جبر و ظلم منقیتیانی که در سر حاکمیت بودن در بخارا پیش از انقلاب خیلی مبارزه کرده است. لیکن با مبارزه که با انقلابی که روس ها بیارند، بلشویک های اتئیست بیدین از بیرون بیارند به بخارا، به این گونه انقلاب مردم ما آماده نبود. استاد خب این انقلاب تحمیل شد به سری مردم. بله. حاصل این انقلاب آنگونه که خود شما فرمودیم از نظر فرهنگ، از نظر معنویات، از نظر زبان و از نظر الفبا و خط برای تاجیک‌ها چی بود؟ همینش مهم همین که این انقلاب برای مردم تاجیک یک فاجعه بزرگ تاریخی بود. بنده میگویم که همه واقعه های سالهای انقلاب را که ما بسیار در زمان شوروی درباره اونها کتاب ها نوشته ایم و همه اونها را واقعه های بزرگ تاریخی، واقعه های بزرگ سرنوشت ساز که گویا که ملت تاجیک را به وجود آورد، ملت تاجیک را برداشت به آسمان هفتم و هاکذا، همه اینها را دوباره سنجیدن لازم است از بینشگاه ملت، از دیدگاه منفعت‌های ملی مردم تاجیک. همین واقعه ها که شد، واقعه های بزرگ تاریخی انقلابی به مردم تاجیک چی نتیجه آورد؟ چی دید؟ ملت تاجیک از این واقعه ها رو به دست خود ملت تاجیک به وجود نآمده است، از بیرون آوردند. تحمیلی بود. لیکن اگر تحمیلی هم بود شاید خیلی منفعت ها داشت برای ملت تاجیک. همه اون واقعه ها را از همین بینشگاه باید دید و بها ارزیابی باید کرد. اگر از این نقطه نظر بینیم میبینیم که انقلاب به سر حاکمیت پانترکیست ها را آورد. مثلا در بخارا همون فیض الله خوجایف که گفتیم سروزیر شخص یکم شد در جمهوری شورایی شوروی بخارا. سروزیر بود، شخص یکم، سروری همه پان ترکیست ها، پان ازبکیست های ماوران نهر فرارود بود. از روز اولی غلبه انقلاب بخارا در بخارا زبان تاجیکی منع شد. یکمین بار در تاریخ باستانی بخارا زبان فارسی تاجیکی را از مکتب بیرون کردند، از کارگزاری دولتی و ماموری و اینها بیرون کردند، از نشریات و مطبوعات و از اینها بیرون کردند، از حیات اجتماعی بیرون کردند. به جای این در همه جا زبان ازبکی را جاری کردند و فیض الله خوجایف و اطرافیان او اعلان کردند که
ما همه ترک هستیم، ازبک هستیم. به نام تاجیک خلق ملت اینجا نیست. اونهایی که خود را تاجیک میگویند در اصل اونها هم ترک هستند، ازبک هستند، لیکن با تاثیر مدرسه بخارا، با تاثیر ایران زبان ترکی خود را فراموش کرده اند و زبان فارسی مغلق را از خود کرده اند. اینها را برگرداندن لازم است به لانه ترکیت. باز از اینها ترک ساختن لازم است و در تمام قلمرو بخارا تاجیکان را ازبک نوشتند. میخواهد نمیخواهد این آدم، هر کس غیر بدون قطع نظر از خواهش وی ازبک نوشتند. هر کس به این راضی نباشد خود را تاجیک گوید. تعقیب شد، بسیار سخت تعقیب شد، تا همین درجه در مثلا اداره های دولتی حکومتی اگر کسی بیاید و به تاجیکی، به فارسی تاجیکی خودش صحبت کند، جریمه میبستند به او. از او جریمه میگرفتن، من بود اعلان کردن که من است در اداره ها. استاد، این سیاست خودی پانتورکیستا بود و نقش روس‌ها در این زمینه چی بود؟ نقش روس‌ها از همین عبارت که بسیار نقش بزرگ داشتند. اول اینکه همین روس‌ها این پانتورکیست‌ها را سر قدرت نشاندند. همون لشکری روسیه شوروی بود که اینها را به سر حکومت آورد. دوم اینکه تمام سیاستی حکومت شوروی بخارا زیر نظارت حکومت شوروی مسکو روسیه بود. بدون اجازت و بدون خواهش حکومت شوروی روسیه بخارا، حکومت شوروی بخارا نمیتوانست که قدمی گذارد. بسیار سندها هستند در این باره که روس ها ترک شدن تاجیکان را دستگیری میکردند، کمک میکردند به اینکه تاجیک را ترک کنند، ترک نویسند، از تاجیکیت محروم کنند، از فرهنگ ملی خود محروم کنند، به یک فرهنگ دیگر داخل نمایند. و هاکذا در پیش نظری روس‌هایی که در بخارا خیلی بسیار شدند یک بار پس از انقلاب، در پیش نظری اونها میگذشت این همه کارها. استاد، آیا درست است که فرهنگ قوی اسلامی تاجیک‌ها تا انقلاب به اصطلاح حالا بخارا باعث چنین مناسبتی حکومتداران روس به وسیله پانتورکیستا با تاجیک‌ها شد، یا موضوع فارسی زبان بودن این حوزه کشورهای فارسی زبانی همون ورارود اینو مطرح است؟ بله، بسیار مسئله مهم است. این مسئله که شما اشاره کردید، چندین سال است که ما میگوییم درباره این صحبت میکنیم در این مسئله که مثلا انقلاب سال 24 که تقسیم حدود ملی فرارود
صورت گرفت بخارا و سمرقند رو به تاجیک ندادند، به ازبکستان دادند. بخارا رو خراب کردند، تماما خراب شد. بخارا یک مرکز علم و فرهنگ بزرگ اسلامی بود. پس از مکه و مدینه جای سیوم داشت در فرهنگ مذهبی اسلامی، منبع دانش حساب می شد. بعد از انقلاب در اندک مدت یک شهر خرابزاری شد، یک شهر مضافاتی بیرنگ و روی بی اهمیت یک جایی شده ماند. سال 24 وقتی که تقسیم حدود ملی آسیای میانه را مسکو شورویان به وجود آوردند، جمهوری بخارا را که بعد از انقلاب سال 20 تأسیس شده بود برهم دادند، بخارا را الحاق کردند به ازبکستان، یعنی به روسیه شوروی. یکمین بار دولت بخارا به صفت یک واحد سیاسی از بین رفت. در اول انقلاب وقتی که تاجیک را ازبک اعلان کردند، ملت فروشی شد از طرف مثلا فیض الله خوجایف و همکاران همدستان او. وقتی که سال 24 بخارا را الحاق کردن به روسیه، این وطن فروشی شد از طرف همون پیشوای انقلاب، از طرف فیض الله خوجایف و دیگر کسان. در نتیجه همین ملت فروشی و وطن فروشی، فیض الله خوجایف رئیس شورای وزیران ازبکستان بزرگ و قوی گردید. سبب چی بود که اینطور بخارا رو نیست کردند؟ به صفت یک واحد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی نیست کردند. افسوس که ما چندین سال باز در این باره سخن میرانیم که بخارا از دست رفت، از تاجیکان گرفتند به ازبکان دادند، تاجیکان محروم ماندن از مرکز فرهنگی خود. و سال 24 که تاجیکستان تأسیس شد، تاجیکستان یگانه جمهوری شوروی بود که شهر نداشت. بخارا، سمرقند، خوجند شهرهای کلان تاریخی در ازبکستان ماند، به ازبک ها دادند. تاجیکان، ایرانی نژادان تاجیک که عصرها، قرنها باز شهرها آفریدند، تمدن بزرگی شهری به وجود آورده بودند، سال 24 وقتی که صاحب تاجیکستان شدند یک شهر نداشتند. این چرا اینطور شد؟ به این سوال افسوس که ما هنوز جواب نیافته ایم، پیدا نکرده ایم. من فکر کردم که سبب این بود که بخارا، سمرقند، خوجند مرکزهای فرهنگ ایرانی و تاجیکی، فرهنگ اسلامی برای روسیه، خصوصا روسیه شوروی خیلی خوف داشت. از کدام جهت؟ از این جهت که تاجیکان بخارا
در بین ملت‌های اطراف ترک نژادان گرد و پیش، مثلا در بین ازبک ها، قزاق ها، قرغیز ها، ترکمن ها، اون طرفش اویغور ها، تاتار ها، خیلی اعتبار بزرگ داشتن. مردم تاجیک، ملاهای تاجیک در بین اونها خیلی اعتبار داشتند. اسلام را مردم تاجیک در بین اونها جاری کرده بودند. اونها، این خلقها، این ملتها به دست تاجیکان مسلمان شده بودند، اسلام آورده بودند و نفوذی بسیار قوی داشتند تاجیک‌ها در شعور مردم ترکمن و ازبک و قزاق و قرغیز و غیره. این به فایده روسیه نبود. روسیه خواست که همین نفوذ تاجیک ها را از شعور این خلق ها تراشد، بیرون کند و به جای آن تأثیر خود را در شعور آنها جاری کند. مثلا اتئیسم بیدینی خود را، ایدئولوژی اون انقلابی بولشویکی خود را در شعور این مردم جا کند. این گونه مقصد بود. این یک. دومش که پان ترکیست ها هم میخواستند که شعور مردم ترک را از نفوذ مردم تاجیک تازه کنند، از تأثیر مردم تاجیک خلق خود را بیرون کشند و به جای تأثیر خلق تاجیک، به جای تأثیر فرهنگی و مذهبی مردم تاجیک که در شعور اون خلقهای ترک بود، ایدئولوژی پانترکیستی را جاری نمایند. منفعت‌های روسیه شوروی و منفعت‌های پانترکیسم به هم یک جا آمد. بنابراین بین بولشویسم و پانترکیسم سازشکاری به میان آمد. همکاری بر ضد مردم تاجیک به میان آمد و هم پانترکیست ها هم بولشویک ها قرار دادن که بخارا را نیست کنند. سمرقند را نتوانستند نیست کنند. چرا؟ سمرقند هم شهری قدیم باستانی بسیار بزرگ، مرکز فرهنگ اسلامی ایرانی تاجیکی. لیکن فراموش نکنید که سمرقند پایتخت تیمور بود. قبر تیمور در سمرقند است. یک مقبره محتشم دارد، بسیار عالی ساخته شده است، بسیار خوب نگهداری شده است و از این سبب سمرقند برای پانترکیست از مقدسات عبارت بود، از مقدسات پانترکیستی بود. بنابراین پانترکیست نگذاشت که سمرقند را خراب کنند و سال 1924 وقتی که تقسیم حدود ملی شد و ازبکستان تأسیس شد، مرکز پایتخت یکمین پایتخت ازبکستان شهر سمرقند بود. پایتخت ترکستان روسیه تاشکند بود، اما چون ازبکستان تأسیس شد، ازبک ها پایتخت رو از تاشکند آوردن
به سمرقند و سمرقند نابود نشد که بسیار کار خوب شد که هر سبب که باشد سمرقند نابود نشد. خوجند هم نابود نشد. چرا؟ چون که کدام عاقل قرار داد که خوجند را لنین آباد نامگذاری کردن. این نام لنین خوجند را خلاص کرد از خرابی. به عنوان سوال اخیر، خب این تحقیقات حالا با خط سیریلیک در تاجیکستان منتشر شده، ولی از نظر ارزش علمی و ارزیابی های علمی شاید برای دایره گسترده مردم فارسی زبان منطقه خیلی مهم باشد. آیا در فکری تبدیل یا برگردان این کتاب به خط فارسی یا ترجمه آن به زبانهای روسی و انگلیسی نیست؟ اکنون من بسیار میخواستم در اون سایت اینترنت که بنده دارم اونجا به خط فارسی هم باشد. فرزندانم میگویند که ما به روسی ترجمه میکنیم، یکی میگوید به روسی من ترجمه میکنم، دیگری میگوید من به انگلیسی ترجمه میکنم. شاید این کارها شود، لیکن شاید وقت طلب میکند، زود انجام دادن دشوار بودگیست. استاد، واکنش ها با اولین واکنش ها یا ارزیابی ها از این کتاب در دایره های علمی و فرهنگی تاجیکستان چی است؟ تا جایی که اون چیزی که شما میدونید. من از روی شنیدم خبرها که می آید گویا که این کتاب شهرآشوب شده است و شهر را به آشوب آورده است و همه جستجو دارند. در زمان ما قاعده همین که مثلا کتاب من که برآمد هر کس میگوید از خودی من میگیرد یا اینکه خودی من میبرم میدهم. خیلی میآیند، خیلی التماس میکنند که یک نسخه پیدا کنید برای ما از کتابتان. من پیدا میکنم و همین روزها کوشش میکنم که به اینترنت هم داخل، هنوز به اینترنت به سایت من داخل نشده است، اونجا هم داخل شود. چیکار کنم چی گویم که نگفتنم بهتر است. بینای پایتخت یک مغازه کلان کتاب فروشی تأسیس شده است، اونجا سپرده است.